چطوری بچه ها؟ من علیپور هستم. خیلی خیلی خوشحالم بیام جذاب. آقا امروز باید با کالاف یعنی خدافزی با آلکاتراز، چون آخرین مچمون تو آلکاه. منو میخوای نایف کنی؟ من خودم نایفت میکنم داداش. نه تیر ندارم جون مادر بله آقا دیدی تیر نداشتم، واقعا تیر نداشتم. بها راستی بچه فینیش داره میگیره بچه، دمش گرم اتفاقا پروه. ولی بات نبودش که. ولی بچه ها اینم میخواستم بگم ویهان SSP هم هست، شماره 4. خب و حتما این ویدیو رو لایک و سابشو بتره کنی که سلام علیکم. بچه خوب زدمش. نه اتفاق خدای خودتون میگه خوب زدم. او برنامه عوض شد، تو زون آخر میمونیم چون مدیش داریم. میخوام این شات نمایشی بزنم به افتخار همه آلکا پلیرها. نه اونجا که نیستی، احتمالا همونجایی. اونجا که نیستی احتمالا همونجایی. ها واکنش اکتیویژن. ها بچه شماره 4 چیز دیگه گفتم. آره اینا چی گفت؟ چرا دوباره میگی؟ چرا؟ نه میخوام بدونم چرا دیوونه بچه میگی تو کامنت دیوونه. اوه اینو من اول باید دادم پشمام. عجب گونه آشخالی این گانجایی ده. خدا رو شکر SMG به من بازش ندارم. سلام علیکم. ها چینی ژاپنی ولی چون خیلی وقت بود چینی ژاپنی ندیده بودم. چرا با این یه شوزه خیلی نمایشی بزنم فقط یارو دمیج اینجوری بزنم شلاقی؟ نه این حال نشد. ولی اینجوری بس یه شلاقی بزنم بس یارو همینجاست. بچه نقشه رو اصلا نگاه کنید. اکتیویژن نگو با اکتیویژن بگو. چرا من با بات ها رو این بات نبود بچه بات زنم. بله نمیدونستم این بات خوب تا اینجا که من گفتم بزنم دیگه. این سیز دورت کن بیاد این سیز. جوی شات ها نمایشی خوش داداش چیه لژنداری؟ نه چیزش یا ابوالفضل آیسیار متیک یا ابوالفضل واسه متیک هم تیمی بات بسید که هم تیمی AFK. داداش پرام گفت داد من تیرابیه شدم گفتم این فول لژنده، بعد فهمیدم از کیل افکتش که متاسفانه آیسیاره. نه کایره جا اصلا اشتباه گفتم. آیسیار میتیک نداریم. داداش رو هوا میخوای بزنی توف تو ذات قرار است. بات نه بود چون دیدی داشت من رو هوا میزن میخواست هوا زنم کنه. ها کیل دوزدم. باشه با نید بریم یک کیل بگیریم. آره داداش میدونم که داشت ویهان میدونم خیلی باگه. داداش چرا انداختی اون نیدو؟ ای توف ذات خرابت با اکتیویژن. چون اینا میخوام بگم با اکتیویژن نمیخوام بگم اکتیویژن به خاطر باگایش بشه صد بگیرم روت کم فشار بخور میگیرم روی تو. داداش چقدر کیلوزی تو؟ ویهان و ریوایومون نشه. ویهان و ریوایومون اوجه آیسیار متی که تو میخوام. ای در رفت افت اسکین زین داری. خب بکیرم داشت در بکیرم. خب بنازم این دست مال منه.
کایرج متیک رو رد کن بیا در دو نفرین واکنشم وقتی همچین اتفاقی میفته. بذار یه دقیقه من این گانه رو بگیرم. اصلا کجا زدی چیتر؟ یعنی یکی نیست من تو این دنیا ریوایف کنه. ویهان علی بابا بیا بابا ویهان وای جلس بایستین. وای نه اینجا نیا آقا اینجا نیا جون مادرت اینجا نیا. با مگه حالا این میاد؟ وای شانس آوردم با تو. ای توف تو روحت ای خدا کجا مردم؟ خب دعا میکنم لوت باکس هم مونده باشه. کار گیم اصلا گیم اشتباهش حالا مهم نیست. خب برو سر لوت باکست. آیسیار متیک رو بردار. وای من فقط آیسیار رو بخوام چون من متیک ندیدم. اعتراف میکنم همین دور و ورا بود. نه نگو که نیست. ببخشید کایرج متیک. وای نه نیست. همه رویا هم رفتن. وشا یوزیه نه هیچ. من اسم اتچمنت چیاره؟ بنازیم لیجند هم نیست هیچی نیست. نکنه لیجند من دانلودش ندارم نمیدونم. همه چی اوکی فقط این مشکلی که نه هیچی. چرا از بالا بس دهنه سفیست جان ها بابا بلم کنین چیترا. یکی اون بر ایماس میذاره تو ویدیو قبل. نه این ویدیو قبلی که نه توی ویدیویی که گرفتم نشدی. نه هی خدا به شکرت. وای بچه دعا میکنم این دست ویکتوری بگیریم لطفا. ارگوس خب یه پرواز دیگه برام مونده اشکال نداره. هیچ گره متیک سمت شب رو نگاه کنین میفهمین. واو یارو کلا فول متیک آیسیار متیک. داداش کیاره متم که لگنده. وقتی همچین اتفاقی براتون میفته توضیح میفهمید فشار یعنی چی. میدونم منو درک نمیکنید. داش عمره اگه بتونی اینا رو بزنی. فاینال فایت این آخرین پروازه که بعدش پرواز بسته میشه. خیش خب بریم میذاره کمپ. صدا چی بود؟ کمپ که دیگه متاسفانه سیف زون اونجاست. یه روزی تنگ گمانم آشغال ترین گان ممکن. حالا نه آشغال ترین هم نیستش ولی خب جیکیس هم در دست. خب بگیرم بگذاریم داشت پروازم که بسته یا اول فرض چقدر مووت میزنی. من ببخشید داداش من صرف نظر میکنم به خاطر اینکه کلا متیکی برادر. اوه منم مرض دارم بچه قبول دارین؟ باز من شات کنم بکشم چیز بکشم بعدش بین نکشید به پیر به پیغمبر نکشید. بیاین دیگه نبیاین. دایده اتچمنت چه گری اتچمنت بناز. داداش بابا ویلم کنین. چه لایک کامنت دنبالش. خداحافظ. متیک بود یارو.